به جرئت میتونم بگم این قرمز نخودچی یکی از غذاهای خوشمزه و اصیل اصفهانه که حداقل ارزش یه بار امتحان کردن رو داره. چرخ کرده رو با پیاز رنده شده، آرد نخودچی، کمی نعنا خشک، نمک و فلفل و زردچوبه حسابی ورز میدیم. بعد اینکه یه نیم ساعتی داخل یخچال استراحت کرد، به اندازه یه نارنگی کوچولو بر میداریم و اینجوری گرد و قلمبشون میکنیم. بعدم داخل روغن داغ سرخشون میکنیم. داخل همون روغن پیاز رنده شده رو کمی تفت میدیم، کمی رب، نمک و فلفل و پول بیبر و ادویه گوجه فرنگی، یه مقدارم نعنا خشک رو اضافه میکنیم و حسابی همه مواد رو تفت میدیم. به اندازه کافی هم آب رو میریزیم، دربشو میبندیم، دیگه صبر میکنیم تا جوش بیاد. قیمه‌ریزه ها رو بهش اضافه میکنیم، دیگه زیر گاز رو کم میکنیم و صبر میکنیم تا حسابی جا بیفته. به به.